فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بیننده دیگری آقا علی هست هنگویه، اگر درست تلفظ کرده باشم، سوال کردن که آیا عکس انسان یا حیوان بر روی لباس سبب بطلان نماز میشه؟ این جزء محرمات هست و که متاسفانه امروزه خیلی رواج داره. لباسهایی با اشکال مثلا تصویر انسان در بازارها فراوان هست و مردم توجه هم ندارند به این که این نوع لباس باشه تبلیغ برای چه کسی هست، برای شخصی هست، برای شرکتی هست، که در این زمین انسان مسلمان باید حتما یعنی متأکد بشود و اهتمام بیشتری رو به این مورد بدهد. و تصویر در صورتی که در منزلی باشد که انسان در اون نماز میخواند یا این که بر لباس انسان باشد، اینها در به اصطلاح درجات متفاوتی قرار دارند. از این مورد اون سخت‌ترین موردش این است که در هنگام نماز اگر اون تصویر جلوی روی انسان باشه یا بالای سر انسان باشه یا به هر صورت در اون منزل باشه یا این که مثلا در لباس باشه، از نظر شرعی نماز خوندن با لباسی که در اون تصویر انسان یا حیوانی هست یا در منزلی که در اون منزل تصویر حیوان یا انسانی هست، نماز خواندن جایز نیست و نباید نماز بخونند. اما بالفرض اگر کسی علی رغم عدم جوازش این کار رو انجام داد در خانه‌ای که تصویر وجود داره یا با لباسی که تصویر انسان یا حیوانی بر اون وجود داره، اگر نماز خواند این فرضش ادا می شود، یعنی نمازش فی ذاتی درسته و این فرض از عهده اون ساقط می شود. اما از نظر شرعی این در واقع مرتکب یک کار حرام و ناجایزی شد.